امروز دیگه دعوا داریم با یه قوری که همیشه میزنیم تا یه بهونه شه تا خروجی نداشته باشیم. این که میگیم چون کمالگرا هستم منتظرم اول حالا ایرادا رو رفع کنم بعد میتونی ببینی، یا بعدم منتشر میکنم یا بعدم میفرستم رو پروداکشن. منم حالا جوونی ها خیلی درگیریم بهونه بودم، هنوزم میگم و یه جور جنگ مداومه، ولی خیلی وقت پیش این رو هم یاد گرفتم که توی اتاق دربسته بودن و هیچی رو به هیچ کی نشون ندادن هیچ فایده ای نداره. حالا چرا الان میخوام در موردش حرف بزنم؟ چون چند وقت پیش ویدئویی تو یوتیوب میدیدم که اصلا هیچ ربطی هم به این موضوع نداره، ولی توش یه نقل قول خیلی برام جذاب بود. یه نقل قول از شریل سندبرگ که میگه Done is better than perfect، که ترجمهش یه جورایی میشه یک کار انجام شده بهتر از یک کار کامل و بی‌نقصه. شاید به نظر خیلی ساده بیاد، ولی به دید من جمله‌ای که به درد برنامه‌نویسا، طراحا، حتی پروداکت منیجرها هم میخوره. سلام، من پیمان هستم و امروز میخوام در مورد عملگرایی در مقابل کمالگرایی و کلیدواژه‌هایی مثل POC، MVP صحبت کنم. در آخرم میریم سراغ این که ببینیم چجوری میتونیم یه بالانسی بین این دوتا ایجاد کنیم. اگه اینجور ویدیوها به درتون میخوره که زنگوله بعد سابسکرایب شما رو زودتر با خبر میکنه. بریم ببینیم چه خبره. خب اول ببینیم کمالگرایی چی داره که اینقدر ما رو دور خودش میچرخونه. شاید حس کرده باشین که وقتی کاری رو بی‌عیب و نقص در میارین با خودش یه جور حس غرور و افتخار خاصی داره. خودم هم وقتی روی پروژه کار میکنم که حالا تصادفاً کار یه جوری خیلی خوب در میاد، اون حسه باهاشه. اینکه همه چی سر جاشه، انیمیشن ها، رنگ ها و سایز ها، همه چی درست و بهینه شده است. ولی چقدر این قضیه تو دنیای واقعی میتونه اتفاق بیفته؟ فضای کار و ددلاین و ارزشی که محصول در اون لحظه داره ارائه میکنه بهمون اجازه نمیده که برای یه فیچر حالا یه خورده کوچیک‌تر 1 ماه بیشتر وقت بذاریم تا فقط به اون حسه برسیم. هیچ شرکتی با این پروسه در واقع دووم نمیاره. تازه پیش خودمون میگیم یه ماه دیگه واقعا به اون جایی میرسه که باید، ولی حقیقت قضیه افتادن توی چرخه بی پایانه که همش میگیم یه ادیت دیگه و تموم. برزخ همینه دیگه. حالا هزینه چیه اینجا؟ فیدبک واقعی از کاربر واقعی که نگرفتی، شاید فرصت ورود به بازار رو هم از دست دادی، بدتر از اون شاید اصلا خودت هم دیگه علاقه‌ای به پروژه و محصولت نداری. تعارف که نداریم، این چرخه واقعا خسته کننده میشه بعد یه مدت. حالا اون برای قضیه چیه؟ یه کاری که میشه به بقیه نشونش داد و قابل استفاده است. اونی هست که باید باشه؟ نه. تمام فیچرها رو داره؟ قطعا نه. ایرادی داره این قضیه؟ 100% نه. ولی چیزی که بقیه میتونن استفاده کنن، نظر بدن و شما هم میتونین اعمالش کنین. آقا فیدبک مثل طلا میمونه. شما خودتو بکشی هم نمیتونی نظر واقعی مصرف کننده رو حدس بزنی. یعنی بدتر از جمله من اگه جای کاربر بودم اینجوری میکردم نداریم. استاد تو خودت کاربر به حساب میای، پرسپکتیو خودتو هم داری، اصلا نمیتونی جایی یکی دیگه حدس بزنی. بعد میگم مثال بهترم از همین کانال یوتیوب ندارم واقعا براتون. شما برو کانال رو ببین. من 2 ویدیو تو فوریه 2022 منتشر کردم که یکیش در مورد خود کانال بود، یعنی شما فرض کن کلا یکی خود همونم بعد 5-6 سال بهونه درست کردن خودم بود، ولی بعدش دوباره افتادم تو دور این که نه آقا اینجوری نمیشه و بدون تجهیزات اصلا ارزشی نداره و کانال فنالی رو ببین. این وسط هم 200 ویدیو در مورد این که چجوری یه استودیوی خوب و کم هزینه بسازیم دیدم، ولی هرچی به استودیو اضافه میکردم بازم هیچی، حتی ضبط هم نمیکردم، چه برسه به این که بگم جلو انتشارشو دارم میگیرم. همش هم حس خجالت از یه کار نکرده بودش. این که میگم این جنگ هیچ وقت تموم نمیشه رو اینجوری ببینید که همین الان 2 روز تو آمازون دارم میگردم یه دونه کابل HDMI پیدا کنم، چون این کابلی که واسه مانیتور کردن دوربین استفاده میکنم این سیم تلفن‌ها میمونه، این پیچی‌ها و خیلی راحت وصل نمیشه به لپتاپ، ولی اینم بهونه‌ای شد که نخوام ویدیو ضبط کنم. ولی فرآیند مغز همینه دیگه، بهانه‌هامونو به اسم کمالگرایی بهمون میفروشه و اگه یه بارم ازش رد چی این دفعه بعد با یه حربه دیگه میاد سراغتون. ولی از طرف دیگه چند تا ویدئویی که توی این مدت منتشر کردم تمرین خوبی بوده. روی اسکریپت وقت گذاشتم چون محتوای ویدیو مهمه، ولی تو ادیت
چند تاشو خودم ادیت کردم، همینجوری یه چیزی در اومد. 2 تاشم تستی دادم به 2 تا فریلنسر. اصلا کسی چیزی گفت؟ نه والا، اصلا بعید میدونم کسی متوجه شده باشه به جز اونایی که حالا تو کانال تلگرام در واقع دیدن که نوشتم این اتفاق براش افتاده. کل نکته همینه، اینکه برای خودمون مهم نباشه خیلی مهارت مهمیه، چون برای بقیه واقعا مهم نیستش. حالا بریم یه چند تا کلید واژه رو بررسی کنیم، ببینیم این وسط کاری که انجام میدیم میتونه تو کدوم دسته قرار بگیره و چی کارش میتونیم بکنیم. اول از همه MVP یا Minimum Viable Product. از قدیمی‌های توسعه محصول، وقتی میخوایم یه چیز کاملا جدید رو لانچ کنیم باید بتونیم یه جوری تستی بگیریم ببینیم اصلا میازه روش وقت و سرمایه بذاریم یا نه. MVP هم کلا یعنی همین، اینکه یه چیزی بسازی که کار کنه و به بقیه نشون بدی. باهاش میتونی دنبال جواب یه سری سوال بگردی، مثل اینکه کسی ازش استفاده میکنه، اصلا کسی همچین نیازی داره تو مارکت، تا وقتی که یه چیزی بیرون ندی که واقعا نمیشه فهمید. اینجاست که وقت گذاشتن برای یه چیز خیلی کامل ریسک بالایی داره. ضرر این که یه چیز ساده تر درست کنی و تستش کنی چیه؟ به نظر من هیچی. بعدی تکنیک مورد علاقه منه، یعنی POC یا همون Proof of Concept. به POC مثل داداش کوچیکه MVP نگاه کنین. شما دنبال یه خروجی دائمی و پایدار نمی‌گردین، فقط می‌خوای ببینی یه فیچر اصلا ممکنه یا نه. حالا شاید دارین یه فریمورک جدید رو تست می‌کنی یا یه فیچر داخلی روی محصول رو. هدف کلی قضیه هم اینه که اصلا میتونیم این کار رو انجام بدیم و به زمانش میارزه یا نه. من هر وقت بخوام یه فیچری رو توی شرکت پیشنهاد بدم، سریع و زیر چند ساعت یه POC براش میسازم، چون میدونم برای دیزاینر و پروداکت منیجر یا حتی حالا تیم بازاریابی و فروش اون دمو ساده قابل درک تره تا یه متنی که سعی میکنه توضیح بده داستان چیه و اصلا ایده قراره چی کار بکنه. من این موقع حتی وقت برای درست کردن API هم نمیذارم و با ماکن پوینت ها یا حتی استفاده از یا سوء استفاده از لوکال استوریج سعی میکنم مفهوم اون فیچر رو برسونم. اگه فرانت اند دیولپر هستین از این ابزار استفاده کنین و روی برانچ دیگه ایدهتون رو دمو کنین. اگه بک اند دیولپر هستین و خیلی حالا روزانه درگیر فرانت پروژه نیستین، میتونید از ابزارهای مثل بولت یا ویزی رو برای درست کردن یه اپ ساده استفاده کنین. کافیه بگین من یه همچین API دارم یا یه اپی بنویس که فلان کار رو انجام بده، بعدم به عنوان دمو استفاده کنین و در واقع تو شرکتتون اون ایده رو ارائه بدین. سومین کلید واژه هم اجایل هستش. دیگه فکر کنم کسی نباشه ندونه قضیه اجایل چیه، پس مستقیم بریم سر ارتباطش. تو اجایل امتحان کردن، گرفتن فیدبک و ایجاد تغییر حرف اولو میزنه. اگه بخواین کلی وقت اضافه بذارین که یه چیزی کامل بشه، هم تیمو سردرگم میکنین، هم بدونین که کاری تموم بشه اسپرینت تموم شده. هدف اینه که یه چیزی بسازین که کار کنه و دفعه بعد بهبودش بدین. این کار رو چند بار انجام بدین میتونین به اون کامل که تو ذهنتون نزدیک بشین. ولی هدف از اسپرینت داشتن اینه که هر بار بررسی کنین ببینین اصلا بهبود لازمه یا نه. همینجا بسه. وقتتون رو بیشتر از ارزشی که یه فیچر میتونه برسونه صرفش نکنین، واقعا فایده ای نداره. اینم از ضرورت گیر نکردن رو انتشار گفتم، ولی حالا لزوما هم به این معنا نیست که همیشه جواب درست همینه. موضوعاتی هم وجود دارن که شما باید دست به عصاتر راه بدین و حتی تا واقعا کامل نشدن صبر کنین. مثل چی؟ اگه روی سیستم‌های حساس کار میکنین، همینجوری سرسری منتشر کردن فیچرها یا محصول میتونه عواقب بدی داشته باشه. اگه محصولتون تو حوزه سلامت هست و با جون آدم‌ها سر و کار داره، یا تو حوزه مالی استفاده میشه و بحث کلی پول وسطه، نمیشه همینجوری گفت که ریلیز و بعدش ببینیم چی میشه. هرچقدر ریسک بالاتر، باید بیشتر روی رفع ایرادها و اطمینان از سلامت محصول کار کرد. حالا شاید زمان هم دخیل باشه، ولی امنیت قطعا حرف اول رو اینجاها میزنه. اگه محصولتون از روز اول کلی کاربر خواهد داشت، اون موقع است که شاید بهتر باشه روی استراتژی ریلیزتون بیشتر کار کنین. شرکت‌های خیلی بزرگ در مورد محصول اصلیشون که هفتگی بهبود پیدا میکنه دستشون بازتره تا وقتی که یه محصول جدید وارد بازار میکنه. مثل زمانی که متا میخواست ردز رو
رو تو جواب توییتر معرفی کنه، به خاطر حالا فشار تایملاین زمانی و داستانای ایلان و توییتر بیشتر یه MVP منتشر کرد تا اینکه حالا یه محصول واقعی. این که میگم MVP، شما باید مقایسه کنید چیزی که من ممکنه توی ما بسازم با چیزی که یه تیم کامل از یه سری مهندس تو سطح متا ازشون برمیاد فرق میکنه. معنای MVP برای هر اسکیلی یکی نیست. این رو هم باید ببینی که با ابزارهای هوش مصنوعی شاید حتی سرمایه گذارها هم دید متفاوتی نسبت به MVP پیدا کرده باشن، ولی حالا اون باشه واسه یه روز دیگه. سومین مورد که من همیشه روی کامل بودنشون تاکید دارم، پروژه‌های شخصی برای پورتفولیوتونه. اینجا دیگه جایی نیست که بگین خب حالا هر چی شد. درسته که نه کاربر خاصی داره، نه ریسک زیادی از نظر حالا بازار سرمایه یا جون آدمیزاد داره، ولی از این نظر نگاه کنید که مشتری بالقوه یا حالا کارفرمای شرکت بعدیتون اون پروژه رو میبینه که میتونه بر اساس اون پروژه تصمیم بگیره که باهاتون کار بکنه یا نه. اینجا وقت بذارید و پروژه رو تا جایی که میتونید بهتر و بهتر کنید. اطلاعات کپی، یعنی چند تا محصول یه اسم تکراری دارن یا عکس‌ها تکراری هستن یا استایل نامناسبن و توشون ایراد داره عملا یه فرصت بزرگ رو براتون میسوزونه. اگرم پروژهتون اصلا رابطه کاربری نداره، حتی خود ریدمی تو گیت هاب هم کلی جای کار برای پرزنت کردن بهتر داره. شما هیچ کنترلی روی توضیح دادن علت وضعیت پروژهتون ندارید. اینجوریش کنید که پوزیشن آینده‌تون ازتون انتظار داره خروجی کارتون باشه. حالا سوال اینه که چطور یه بالانس خوب ایجاد کنیم؟ واقعیت اینه که ایجاد بالانس به مهارت شما تو تشخیص موضوع برمیگرده. اینکه بتونید دسته‌بندی کنید چی باید MVP باشه و چی باید این محصول آماده. گاهی کنترل انتشار دست ماست. ما اگه یه سایتی رو روی دامن بالا بیاریم همینجوری همه که پیداش نمی‌کنن. تو گروه‌های کوچیک‌تر و پرایوت‌تر میتونید فیدبک بگیرید، بهترش کنید، بعد ببرینش تو شبکه‌های اجتماعی. اصلا تعریف فوکوس گروپ‌ها برای همین موقع ساخته شده. حتی اگه محصولتون ریسکی هم هست، انتشار با وایت لیست میتونه شما رو به ریلیز محصول نهایی نزدیکتر کنه تا خطر کمتری متوجهتون باشه. در نهایت این که یه چیز انجام شده بهتر از یه چیز کامله یه قانون همیشگی نیست، ولی یه قانون خوبه برای بیشتر اوقاتی که ما با بهونه‌هامون جلوی پیشرفت خودمون رو میگیریم. حتی برای پورتفولیوتون هم پروژه‌هاتون میتونن بهتر بشن. اصلا نترسین و فیدبک بخواین و بهترش کنین. تو مارکت انقدر فضای خالی هست که کاربرا همچنان به چیزی که اون فضا رو پر کنه بیشتر از این که چطوری اون کار رو انجام میده اهمیت میدن. اگر هم مشکلی باشه هستن کسایی که بهتون بگن کجای کار میلنگه و میتونید با رفع اون ایرادها کاربرای وفادارتر جذب کنید. اگه پروژه‌ای دارین که اون حس افتخار رو بهتون میده یا فکر میکنید میتونید بهتر باشه، کامنت کنین. شاید منم براش فیدبکی داشتم. و اگه میخوایم بدونین چطور میتونین فیدبک بهتری بدین به دیگران و چرا اصلا این قضیه اینقدر مهمه، این ویدیو رو هم ببینین، توش کلی نکته به نظر مهم هستش. فعلا